خبرگزاری رویترز هند 3 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی ایران رو که تحت تحریم امریکا بودند توقیف کرد. بابک زنجانی: به زودی از پیامرسان اختصاصی خودم رونمایی میکنم که مردم بدون مشکل استفاده کنند. معاون دیپلماسی وزارت خارجه: برای پایداری توافق باید منافع اقتصادی آمریکا دیده شود. علی لاریجانی: مسئله موشکی ربطی به مذاکره ندارد و جزو مسائل امنیت ملی ایران است. و در نهایت سخنگوی وزارت خارجه: در این دور از مذاکرات کارشناسان حوزه فنی هم حضور دارند و موضوع رفع تحریم ها برای ما یک موضوع لاینفک است. اخبار داغ 12 ساعت گذشته رو در این ویدیو قرار با همدیگه مرور بکنیم. منم سلام عرض میکنم خدمت تک تک بیننده‌های محترم کانال کاوشگر. امیدوارم حال دل تک تکتون خوب باشه. از تک تکتون بابت کامنت های محبت آمیزتون ممنونم. بازم معذرت میخوام از اینکه نمیتونم بهشون پاسخ بدم یا به بخش زیادیش پاسخ نمیدم متاسفانه، ولی دست تک تکتون رو میبوسم. ازتون بسیار هم ممنونم که ویدیو رو لایک میکنید، چون این کمک شما برای ما بسیار 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 بزرگه، چون باعث میشه که این ویدیوها در این پلتفرم بیشتر دیده بشه. اما بدون معطلی بریم سراغ اخبار داغ 12 ساعت گذشته. همونطوری که میدونید امروز من دیروز در ویدیو هم خدمتتون گفتم آقای گروسی و آقای عراقچی با هم دیدار کردند که گفته شده طبق صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه آقای بقایی که در این دوره کارشناسان حوزه فنی هم حضور داشتند و این صحبت‌ها به نوعی پیش زمینه بود برای مذاکرات فردا روز سه‌شنبه با تیم امریکایی. گفته بعد از اینکه این دو طرف از این جلسه اومدن بیرون یه سری صحبت‌ها راجع به همین دیدارشون کردن. گفته آقای گروسی اینو گفته گفتگوهای فنی عمیقی را با وزارت امور خارجه ایران به پایان رساندم تا برای مذاکرات ژنو که فردا برگزار می شود آماده شویم. از طرفی سخنگوی وزارت امور خارجه آقای بقایی هم گفتند در این دور از مذاکرات کارشناسان حوزه فنی هم حضور دارند. موضوع رفع تحریم ها برای ما یک موضوع لاینفک است. و یه ادعایی هم آقای حمید قنبری معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران انجام داده. این هم به نوع خودش بسیار جالبه. من اینو میخونم اول. گفته برای پایداری توافق بین ایران و امریکا باید منافع اقتصادی آمریکا دیده شود. منافع مشترک در حوزه‌های نفت و گاز، معدن و حتی خرید هواپیما در متن مذاکرات ایران و آمریکا گنجانده شده است. این صحبتی بود که آقای حمید قنبری معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران انجام دادن. حالا این حرفشون یعنی چی؟ یعنی ما به امریکایی ها در طی این قرارداد اجازه میدیم که مثلا در صنعت هوایی ما بیان سرمایه گذاری کنن، مثلا شرکت بوئینگ و از این دست شرکت ها وارد بشن به نوعی، یا مثلا در حوزه معدن، مثلا معدن مس بخشی از استخراجش رو و پالایشش رو بدن به دست امریکا، یا در حقیقت قسمت نفت و گاز مثلا LNG هامون رو مثلا، حالا من نمیدونم چه جوری میشه ولی گفته میشه که به هر حال این سرمایه گذاری اگر از امریکا در ایران انجام بشه این مذاکرات پایبندیش بیشتر میشه، به هر حال همه اینها. ولی من واقعیتش وقتی اینو میشنوم یاد خب بدعهدیای امریکا میافتم. به هر حال ما چیزایی هست که فکته و رو زمین اتفاق افتاده. ما میدونیم که تقریبا فکر میکنم 50% سهام شرکت نفت آرامکو عربستان برای امریکاست و زمانی که یمنی ها بهش حمله میکنن امریکایی ها اونجا کمک خاصی انجام نمیدن. خب این منظورم چی از این حرف؟ منظورم اینه که همبستگی اقتصادی اینطور نیست که حتما و 100% باعث این بشه که حالا کشور مقابل به خودش فکر کنه بگه حالا من چون سرمایه گذاری داخل ایران دارم مثلا بهش حمله نکنم. من واقعیتش این چیزا رو مخصوصا تو جنگ امروز خب من بعید میدونم که چنین اتفاقاتی بیفته، مگر اینکه حالا اتفاقایی بیفته پشت پرده که ما خبر نداشته باشیم، بتونن تضمین‌های درستی بگیرن. الله اعلم. حالا باید ببینیم چی میشه. اما بریم سراغ صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو. یه سری صحبت‌ها کرده و 4 تا شرط گذاشته. کماکان
از اون طرف آقای عراقچی با الجزیره مصاحبه کرده. حالا من جلوتر صحبت‌های آقای عراقچی رو میخونم، جالب بود خودش. حالا با الجزیره مصاحبه کرده، گفته آیا امریکایی‌ها چند تا شرط گذاشتن جلوی شما؟ گفته نه، فقط گفتن ما در مورد مسئله هسته‌ای صحبت می‌کنیم. ما ایرانی هم که دیدیم، این آقای لاریجانی میگه ما هم که دیدیم خب در مورد مسئله هسته‌ای گفتیم اوکی بسم الله، هسته‌ای ما حاضریم با شما مثلا. میدونید، یعنی میخوام بگم مثلا مشخص نیست. حالا از اون طرف همه این گیرودارا هست. نتانیاهو چی میگه؟ میگه اگر یه توافقی بخواد انجام بشه 4 تا شرط باید داشته باشه. 4 تا شرطش چیه؟ یکیش اینه که میگه غنی سازی، اون 400 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده از بین بره یا انتقال پیدا کنه. دومش اینه که هیچ قابلیت غنیسازی وجود نخواهد داشت، گفته نه فقط فرایند غنیسازی متوقف بشود، بلکه از بین بردن تجهیزات و زیرساختهایی که امکان غنیسازی در آنجا داره، مثل همون سانتریفیوژ های ما و این داستان ها. اینا میگه از بین بره. پس این دومی خواستش، یعنی هسته‌ای شده 2 تا خواسته، یکی اون اورانیوم غنی شده و یکی هم زیرساختش از بین بره. سومیش که موشک های ایران، قسمت نظامی ایران، و بعدیش هم که گفته برچیدن محور مقاومت در نوعی به نوع خودش. این چند تا خواسته رو آقای نتانیاهو داشته. من اینجا به چه نتیجه میرسم؟ به نظر من ببینید، شاید ما هرچی جلوتر بریم بخش زیادی از تهدیدی که از طرف آمریکا ایران حس میکرد این قضیه کمرنگ بشه و بخش تهدید اسرائیل علیه ایران افزایش پیدا کنه، حتی در صورت امضای توافق. برای همینه که ما ایرانی ها نباید به این فکر بکنیم که اگر توافقی بشود جنگ نخواهد شد. واقعا به هم ربطی نداره انصافا. چرا میگم این حرفو؟ چون ما با امریکا یه توافقی میکنیم، ما با اسرائیل که توافق نکردیم. با امریکا توافقی میکنیم، اونجا اسرائیل علم میشه و اگر اسرائیل بخواد زبونم لال به ایران حمله ای داشته باشه، اون وقت این تجهیزاتی که امریکا تو منطقه آورده میتونه رینگ پدافندی خوبی رو برای حمایت اسرائیل در صورت حمله ایران داشته باشه. یعنی میخوام بگم ببینید، باید به این وجه از ماجرا هم توجه بشه واقعا. اما بریم سراغ خبر بعدی. خبرگزاری واینت هم به نقل از مقامات ارشد اسرائیل گفته ارتش اسرائیل به دنبال یک جنگ کوتاه مدت نیست. ارتش اسرائیل به دنبال نابودی جمهوری اسلامی و تمامی متحدانش در منطقه است. این رو خبرگزاری واینت گفته. اما آقای لاریجانی همونجوری که خدمتتون گفتم با الجزیره صحبت کرده. من این مصاحبه رو به طور کامل دیدم و حالا حالت کلی این مصاحبه رو خدمتتون بگم. کلا خبرنگار الجزیره یه جورایی تقریبا مثل اپوزیسیون ایران به مسائل کلان فکر میکنه. مثلا حالا جلوتر با هم میخونیم. مثلا گفته مسئله موشکی، خبرنگار ازش پرسیده که مطالبات آمریکا واضحه. میگه توقف غنیسازی اورانیوم یعنی 0%، برنامه موشک‌های بالستیک ایرانی و نابود کردن موشک‌های برده بلند که اسرائیل را هدف می‌گیرد و همچنین مسائل مربوط به همپیمانان ایران درباره غنیسازی. آیا ایران انعطاف نشان داده و متوقف کرده است یا خیر؟ که اینجا در قبال این سوال خبرنگار که آقا 4 تا شرط ازتون خواسته، الان داستان چیه؟ لاریجانی برمیگرده میگه مطالباتی که شما میگویید مربوط به گذشته است. یعنی میگه تو دور قبلی مذاکرات این حرفا رو میزدن. اکنون در مذاکرات گفته شده که فقط درباره مسئله هسته‌ای صحبت میکنیم و هر موضوع دیگری مذاکره را مختل میکند. مسئله موشکی ربطی به مذاکره ندارد و جزو مسائل امنیت ملی ایران است. بنابراین در این مذاکرات درباره آن صحبتی نخواهد شد. آنچه در مسئله هسته‌ای مطرح شده در جای خود قرار گرفته و طرفین میتوانند بر اساس آن بحث کنند. آقای ترامپ اعلام کرده که هدف مذاکره این است که ایران به سمت سلاح هسته‌ای نرود. این موضوعی است که ایران با آن موافق است و آماده مذاکره درباره آن هستیم. یعنی کماکان دو طرف دارن دو تا چیز متفاوت رو توی رسانه‌ها حداقل بیان میکنن. اما آقای لاریجانی در ادامه صحبتش گفته که خیلی جالبه. خبرنگار ازش میپرسه که شما مثلا موضوع عراق رو مطرح میکنه، میگه الان عراق آشفته شده و این حرفا. لاریجانی میگه چرا آشفته شده؟ تعداد بالایی اومدن رأی دادن و
یه جورای انتخابات که مردمی بوده و به نوعی آقای نوری المالکی هم فکر میکنم الان نخست وزیر عراق شده. خب و اینجا مطرح میکنه که احتمالاً بقیه ناراحتن از این که مثلا کابینه دولت عراق، حالا بخش زیادیش رو الان دیگه مقاومت به عهده میگیره به نوعی، یعنی به اون سمت، به سمت ایران تمایل پیدا میکنه، از این ناراحتن در حقیقت. و یه جای اشاره میکنه که شما نباید، مثلا گفته میشه که ایران در عراق دخالت میکنه. حالا آقای لاریجان چی میگه؟ میگه ببین ما در عراق دخالت نمیکنیم. دخالت رو کسی میکنه که میگه اگر نوری المالکی بیاد ما مسیر نفتمون، یعنی بحث نفتمون، آمریکایی‌ها اینو میگن بحث نفت عراق اون وقت دچار مشکل میشه، دچار آسیب میشه، تحریماش بیشتر میشه. اون داره دخالت میکنه. لاریجانی اینو میگه اتفاقا اون داره دخالت میکنه، میگه ما که دخالتی نداریم. بعد در یه جای دیگه هم گفتن که تصور نکنید که اگر کشوری به ما سلاح ندهد ما نمیتوانیم. ایران مستقل است و برای فناوری و امنیت خود وامدار هیچ کشوری نیست. ازش میپرسه که خب چین که هیچ وقت نمیاد اون تعرفه ها رو، مثلا آمریکا بهش تعرفه میبنده ولش کنه، با تو به هر حال مراودات مالی داشته باشه یا بهت سلاح بفروشه و این حرفا. و آقای لاریجانی هم برگشت گفت که ما فکر نکنید اگر هیچ کشوری هم به ما سلاح نده ما اروپای خودمون وای میسیم به نوعی. و بعدش هم گفت ایران مستقله و برای فناوری و امنیت خود وامدار هیچ کشوری هم نیست. میگه اگر ما مثلا از چین فلان چیز میگیریم، از روسیه فلان بحث نظامی رو میگیریم، وامدارشون نیستیم، حتما یه جایی هم براشون جبران کردیم به نوعی. در یه جای دیگه هم میگن آمریکایی‌ها ممکن است در مذاکرات ایران منفعت خود را جدا از اسرائیل در نظر بگیرند. اینم خیلی جالبه، این دومین باره که آقای لاریجانی این حرفو میزنه، یعنی میگه احتمالاً این بار ترامپ گول نتانیاهو رو نمیخوره. حالا باید ببینیم که چی میشه. لاریجانی گفته ما با آمریکا مذاکره میکنیم، اسرائیل نقش ماجراجویانه در منطقه دارد. اسرائیل پا برهنه وارد شد و تلاش دارد که مذاکرات را خراب کند. خب این درسته، به هر حال باید دشمن و این کارو میکنه، اما یه نکته داره، اینکه اسرائیل نقش ماجراجویانه در منطقه دارد. گفتم من این ویدیو رو مصاحبهشو کامل دیدم. اون لحظه خبرنگار برمیگرده میگه آقای لاریجانی در حقیقت ما میدونیم که مثلا حالا اسرائیل خیلی تندرو از این حرفا، ولی به هر حال ما صحبتمون اینه که در حقیقت اسرائیل، اینو لاریجانی میگه، معذرت میخوام یه لحظه بحثو گم کردم، اینو لاریجانی میگه ببین ما در حقیقت احساس میکنیم که اسرائیل بحث ماجراجویی رو تو کشور ما داره. بعد اونجا به خبرنگار میگه در کشور تو هم همین ماجراجویی رو داره، فکر نکن نداره، داره، ولی به موقعش عیان میشه و تو میفهمی. که همین حرفی بود که من در چند تا ویدیو قبلی هم خدمتتون عرض کردم. گفتم اطلاعاتی که اسرائیلی ها به آمریکایی ها از منطقه ما، از کل کشورهای منطقه بهش میدن بسیار ارزشمنده و به این دلیل که اصلا به اون اسرائیل نیاز داره به نوعی امریکا. خود نتانیاهو توی سازمان ملل، لطفا سرچ بفرمایید، گفته که یکی از سربازان یا حالا درجه دارای استخبارات هوایی امریکا به من گفته، اینو نتانیاهو میگه تقریبا اگر قرار بود که اسرائیل در حقیقت نباشه ما باید 5 تا CIA تأسیس میکردیم تا بتونیم این اطلاعات اینجا رو جمع کنیم و ببریم برای خودمون به نوعی. پس اسرائیل باعث شده که اینا 5 تا CIA تأسیس نکنن، اسرائیل باعث شده این کارا رو انجام ندن و بسیار در این مورد ارزشمنده. ببخشید اگر یه مقداری توپق میزنم، خودم حس میکنم اینقدر اخبار تو ذهنمه و خیلی چیزا رو میخوام به زبون بیارم، گاهی این اتفاق میفته و کلام از دستم در میره، معذرت میخوام. اما یه جای دیگه هم آقای لاریجانی گفتن که ایران اجازه نظارت آژانس را میدهد، اجازه نظارت به آژانس رو میده تا نشان دهد به سمت سلاح هسته‌ای نمیرود و گفته عده‌ای ناراحت هستند که چرا نیروهای انقلابی عراق به مجلس راه پیدا کردند. دیدار من با رئیس جمهور لبنان هم میگه بسیار محترمانه بود. اینم بهتون بگم، خبرنگار ازش میپرسه یادتونه یه دیداری آقای لاریجانی با فکر میکنم نخست وزیر لبنان داشته، خب و گفته میشد، حالا بحثشون که خصوصی بود بیرون نیومد، و اون زمان گفته میشد که خیلی به لاریجانی توپیده و گفته که بابا چقدر دخالت میکنی تو بحث
لبنان و اینها، و حالا لاریجانی ردش کرده و میگه اصلا اتفاقا این چیزا نبوده و صحبت‌های خوبی شد. اتفاقا از ما کمک خواست نخست وزیر لبنان که ما بتونیم بحث به اصطلاح بین فکر میکنم شیعه و سنی یک مخرج مشترکی بگیریم و خلاصه اونجا رو به همدیگه وصل بکنیم. از این بابت میگه کمک از من خواسته و میگه با رئیس جمهور لبنان خیلی محترمانه بود دیدارم. اما یه جای دیگه هم گفته ایران آماده تعامل با عربستان، مصر و ترکیه برای ثبات منطقه در مقابله با اسرائیل. این نکته رو اونجا عنوان میکنه. اکثر کشورهای عربی امروز بیش از پیش، یعنی بیش از قبل، مخالف اینن که اسرائیل رو به رسمیت بشناسن. حتی این رو آماری که خود مردم، این پیمایشی که اخیراً انجام شده بود، حالا من توی ویدیو خدمتتون عرض کردم که بین 40,000 نفر از 15 کشور عربی برقرار شد که تقریباً 80 خورده 87% فکر میکنم گفتن مخالفن که اسرائیل رو به رسمیت بشناسن. حالا امروز حاکمان این 15 تا کشور هم انگار به این نتیجه کم کم دارن میرسن که نباید این اتفاق بیفته. علیرغم، شما فکر کنید علیرغم فشاری که امروز اسرائیل توی سوریه میاره و بخشی از خاکش رو گرفته، به جولانی میگه تمام فشار اینه که بیاد باش قرارداد امنیتی ببنده و اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. خب میخوام بگم این موضوع رو وقتی نگاه میکنیم امروز تقریبا این کشورهای مثل مصر و ترکیه و عربستان و اینها رو، این بزرگاشون رو ما میتونیم یه جورایی در کنار خودمون بر ضد اسرائیل داشته باشیم به نوعی. و در مورد خبرنگار در مورد قطر هم ازش میپرسه، میگه شما با هواپیمایتون به پایگاه العدی تو قطر حمله کردین و لاریجانی گفته که نخیر، اون خاک قطر نیست، در حقیقت خاک امریکاست، چون همه چیز دست امریکاست و ما با قطر هیچ مشکلی هم نداریم. این از صحبت‌های آقای لاریجانی. خواستم صحبتاش رو براتون بخونم. ماشاءالله یه مصاحبه خیلی بلند بالا انجام دادن. سعی کردم که اون مهماش رو خدمتتون بگم. اما بریم سراغ خبر بعدی از میدلیست آی. میدلیست کار کرده، گفته آمریکا حق جمهوری اسلامی برای غنیسازی داخلی اورانیوم را به رسمیت خواهد شناخت. ادعاهای عجیبی دارن انجام میدن. از اون طرف ترامپ این همه هیاهو کرده و وقتی من این خبر رو مثلا میخونم که بله با غنیسازی داخلی ایران موافقت کرده، فقط به این فکر میکنم ترامپ چطور میخواد جواب حالا اون بخش داخلی امریکا رو، بخش دموکرات ها و اینا رو جوابشون رو بده و از همه مهمتر این همه توافق قبلی برجام رو مسخره میکرد و حالا باید یه چیز بلند بالاتر ارائه بده. حالا این چیزی که اینا میگن خیلی فاصله داره با اون خواستهای ترامپ. اما امروز هم حتما خبراش اومده که سپاه پاسداران در حال برگزاری مانور عملیاتی در خلیج فارس بوده و این مانور هم داده شده در مقابل چشمای باز امریکا تو منطقه. چرا میگم باز؟ چون ماشاءالله اینقدر ناو و لوجستیک برده که همه جا رو زیر نظر داره. اما بریم سراغ اینم بهتون بگم، این رزمایش ها به نوعی فقط بحث مثلا عملیاتی شدن و مانور و تمرین و اینها نیست، حتما یک در حقیقت صحبت سیاسی هم پشتش هست که اون سیاستمدار امریکا اون رو درک میکنن. اما خبرگزاری فارس اگر یادتون باشه یکی از نفتکش های فکر میکنم ورونیکای 3 توسط امریکا از دریای کارائیب تا هند تعقیب شد و دیروز گرفتنش. گفته میشه که این یکی از نفتکش‌های سایه ایران بوده. حالا خبرگزاری فارس گفته نفتکش توقیفی آمریکا ارتباطی با ناوگان صادرات نفت ایران ندارد. یک منبع آگاه اعلام کرد نفتکش توقیف شده با عنوان ورونیکای 3 ارتباطی با ناوگان صادرات نفت ایران ندارد. این منبع آگاه تاکید کرد نه محموله و نه نفتکش هیچ کدام به ایران تعلق ندارد. این از این. اما خدمتتونم عرض کردم امروز هم دوباره شبیه به این خبر رویترز کار کرده و گفته هند 3 تا نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی رو تحت تحریم آمریکا بوده توقیف کرده. یه نکته خدمتتون بگم، هند یک ماه اخیر آمریکا برای اینکه باش همراه بشن کشورها و اون خفگی در حقیقت ورود و خروج نفتکش‌های ایران رو ایجاد بکنن برای ایران، به کشورهای دیگه هم بسیار نیاز داره مثل هند. برای همین اومده تقریبا تعرفه هند
روی کالاهای وارداتی خودش رو فکر میکنم از 58% رسونده به 18%. طبیعتاً هند هم اینجا براش اقدام میکرده، تقریباً 50-60 تا نفتکش و چند تا ناو رو درگیر همین موضوع نفتکش هایی که از طرف امریکا تحریم شدن و هند باشون مقابله بکنه تحت این داستان قرار داده. واقعا کشورها یه جو مرام و معرفت هم اگر داشتن خوب بود. میدونم که این حرف من در سیاست هیچ معنایی نداره. یک دیپلمات فرانسوی هم گفته در مورد این توافقات، گفته در نهایت توافق هسته‌ای جدیدی با لباسی متفاوت میان ایران و امریکا منعقد می شود که شباهت زیادی به توافق سال 2015 خواهد داشت. بعد گفته تهران ممکن است بر تمایل واشنگتن به اجتناب از جنگ تکیه کند و امتیازهای فنی ارائه دهد. این هم خیلی جالبه. میگه تهران ممکنه بر تمایل واشنگتن به اجتناب از جنگ تکیه کنه. یعنی چی؟ خیلی ها شنیدیم دیگه، میگن بابا امریکا نمیخواد حمله مستقیم بکنه، نمیخواد درگیر بشه. حالا سریع میان میگن چند ماه دیگه 7-8 ماه دیگه انتخابات در امریکا، نمیدونم در خود اسرائیل هم همینطور. خلاصه نمیخوان جو متشنج بشه. بعضیا هم میگن بحث سند امنیت ملی آمریکا اصلا خارج این موضوعات و درگیری تو خاورمیانه و غرب آسیا است در حقیقت. برای همین میگن که بابا امریکا پس حمله نمیکنه، یعنی جا افتاده. حالا اینجا هم همینو میگه تهرانی ها یعنی ایران ممکن است بر تمایل واشنگتن به اجتناب از جنگ تکیه کند. یعنی همین که بگی آقا جنگ نمیشه و مطمئن باشه مثلا جنگ نمیشه، امتیازات بیشتری از آمریکا هم بخواد. این رو میگه به نوعی. اما CBS هم گفته به نقل از یک مقام امریکایی این رو میگه CBS، گفته مذاکرات در ارتش و اطلاعات آمریکا در حال بررسی امکان حمایت از حملات اسرائیل به ایران است. این حرف یکم اون حرف اولیه من رو ابتدای ویدیو پررنگ‌تر میکنه که خدمتتون عرض کردم. گفتم که من این احتمال رو میدم که احتمالاً تمام این ناوگان هایی که اومده در حقیقت فقط میخواد از اسرائیل دفاع بکنه. چرا میگم این حرفو؟ امروز بحث موشکی ایران بسیار فعاله توی رسانه ها که میگن بابا شما وقتی تا پدافندتو درست نکنی نمیتونی به ایران حمله بکنی. الان نقطه قوتش اینه. حالا اگه فرض بکنید که تمام این تجهیزات اومده باشه تا از اسرائیل دفاع بکنه، به گفته CBS که یک مقام امریکایی هم گفته، خب و اسرائیل به ایران حمله بکنه، اون وقت کار ایران واقعا بسیار سخت میشه در این شرایط. چرا میگم این حرفو؟ چون آمریکا هم وارد نشده به نوعی، اسرائیل وارد شده، اون خطرات آمریکا دیگه به جونش نمیخره و ایران هم اگه بخواد حملاتی داشته باشه در حقیقت باید به اسرائیل داشته باشه و اون رینگ پدافندی کار ایران رو بسیار سخت میکنه. باید ببینیم که حتما مسئولین در ایران فکرایی کردن. اما یه تحلیلگر ترکیه‌ای هم در شبکه 3 حضور پیدا کرده و گفته اگر آمریکا به ایران حمله کند جنگ جهانی سوم آغاز می شود. حمله به ایران جنگ را به کل خاورمیانه می کشاند و جهان برای همیشه تغییر می کند. این که جهان برای همیشه تغییر می کند درست میگه دیگه، به قولی یا رومی روم میشه یا زنگی زنگ. اما همونطوری هم که میدونید بحث اوکراین و روسیه هم یه مقداری دوباره شکراب شده و اوکراین حملات پهپادی زیادی رو به سمت فکر میکنم جنوب و جنوب اگر اشتباه نکنم غرب روسیه داره انجام میده و همین هم باعث قطعی برق در بلگرود شده در روسیه و احتمالاً دوباره ما شاهد این باید باشیم که این جنگ دوباره استارت بخوره. اما آقای بابک زنجانی هم گفته به زودی از پیامرسان اختصاصی خودم رونمایی میکنم که مردم بدون مشکل استفاده کنند. من فکر میکنم حالا یه سرچی بابت این خبر کردم و اسم پیامرسانشون هم فکر میکنم دات باید باشه اگه اشتباه نکنم. آقای روبیو هم در مورد چین همونجوری که من خدمتتون گفتم کاملا آمریکا امروز خودش رو مقابل چین دست و پا بسته میبینه. اگر امریکا جلوی چین امروز ادعایی میکنه میبینید توی رسانه ها، مطمئن باشید که فقط در حد رسانه است، اصلا در عمل این اتفاق نیفتاده. چون شریان اصلی امریکا امروز در دست چینه به نظر من. روبیو چی گفته؟ گفته چین کشور بزرگی است، 1 میلیارد خورده جمعیت دارد، دومین اقتصاد بزرگ جهان است، آنها سلاح هسته‌ای دارند. این دیوانگی است، کاملا احمقانه است که ایالات متحده و چین با یکدیگر روابط و تعامل نداشته باشند. بریم سراغ خبر بعدی. آقای خالد الهیل، چهره مخالف قطری و بنیانگذار حزب دموکراتیک ملی قطر، به کانال
14 اسرائیل گفت وقتی رژیم در قطر سقوط کند ما توافقنامه‌های ابراهیم را امضا خواهیم کرد. یه لحظه توجه بکنید به اون نکته که خدمتتون عرض کردم. اسرائیل کارش اینه که توی کشورهای منطقه اتفاقاتی رو رقم بزنه که همه چیز به نفع خودش تموم بشه. یعنی بازی 100-0 میخواد به نفع خودش. معمولا ذهنش اینه. خب الان آقای خالد الهیل میدونید کیه؟ یه فردیه که توی انگلیس و لندن زندگی کرده، اصلا تو قطر نیست. خب دقت بکنید. و همینطوری هم هیچ این حزب دموکراتیک ملی قطر رو تأسیس کرده، پایه مردمی آنچنان نداره اصلا به نظرم. چون من در مورد ایشون خوندم دیدم اصلا هیچ. خب حالا نکته چیه؟ رفته به کانال 14 اسرائیل گفته که وقتی رژیم در قطر سقوط کرد، این آلترناتیوشه دیگه، میگه اگر اونجا سقوط کرد ما توافق ابراهیم یعنی اسرائیل رو به رسمیت میشناسیم. میبینید این خودش اگرم درست نباشه، اگرم خیلی قدرت این آقا نداشته باشه، میخوام بگم یک کار رسانه‌ای اسرائیل علیه قطره. فقط میخواد بگه ببین من این تشکیلات رو هم خیلی راحت میتونم تو کشورت داشته باشم. و اما خبر بعدی، کانال خبری ترکیه هم گفته ایران ظرف 48 ساعت اول در درگیری زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی را نابود خواهد کرد. و یه فیلمی هم درست شده بود، حتما خبرش رو شنیدین که این خیلی وایرال شده این خبر، به نام سریال اسرائیلی به نام تهران بود که روایت یک افسر اطلاعاتی موساد رو تو این ویدیو روایت میکرد و میگن جسدش رو خانم دانا ایدن فکر میکنه اگر اشتباه نخونده باشم، میگه جسدش رو در یک هتل در یونان پیدا کردن. این از اخبار 12 ساعت گذشته. ازتون بازم معذرت میخوام از اینکه تو این ویدیو یکم بیش از حد توپاق زدم، ولی باید ببخشید. امیدوارم که تا اینجایی که تشریف آوردی ویدیو رو لایک کرده باشید. حتما کامنت بذارید چون میدونم این ویدیو با کامنت های شما کامل و کاملتر میشه. از تک تکتون باز هم بابت کامنت های محبت آمیز دوستان ممنونم. مثل همیشه دعای همیشگی ما، امیدوارم که همه انشاءالله هاتون یک روزی تبدیل به الحمدلله بشه.